دوستان عزیز قرار داریم در راه سفر از خوجند به شهر دوشنبه. این منظره رو بینید، این آب مصفا رو بینید. دریای ورزاب از کوه انزاب سوی دوشنبه میکند شتاب. بذار نزش میروم. و این طرف رو بینید، جنگلزار رو. و این رو بینید، لاله‌زار رو. و این گندمزار رو. وطن داریم ما. ای وطن تاجیکستان آزادی من. اینقدر منظرهای زیبا، قدر دلنشین. همون نزدیک این آب آمدیم، یخ بریم خنک از تگ ترمه ها میگوید. اینجا هر روز یک بار با فکر بارون میزند. بینید اما زمین ها نم است. دوستان عزیز، یک آواز آب رو گوش کنید و راحت کنید. چشمتان راحت کرد. اکنون کفایت. این جنگلزارهای شاهراه کوهستانی پس از شهرستان. در پناه خدا باشید. با منظره های وطن یک بها بیاید کنید. یک لایک اگر جالب نباشد، اگر بسیار خصیصی باشد یک لایک کنید با منظره های وطن.